بچه حالتون چطوره؟ خوش اومدید به یه ویدیو خفن به همراه آرتینس پرو. من آرتینس پرو هستم و امروز قراره ویدیو خفن با هم دیگه تو چنل باشتان ببینیم از بازی شورت لایف، بازی بسیار فشاری و سخت که 3 تا مرحله‌اش رو رفتم. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. فقط قبلش بهتون بگم این ویدیو رو لایک کنید، چنل هم سابسکرایب کنید و زنگوله کنار دنبال کردنم بزنید که اگه ویدیو گذاشتیم با خبر بشید. و اگه هم بازی رو دوست دارید، بازی 60 تا مرحله داره. اینا 60 تا مرحله است. اگه بازی رو دوست داشتید بازم ادامه بدم، حتما تو کامنت ها برامون بنویسید. 3 تا مرحله اولش بچه‌ها خیلی سخت نبود. مرحله 4 شروع می‌کنم، یه تیکش رو رفتم. 3 تا اولی‌ها رو بچه‌ها کامل رد کردم و الان باید بریم سراغ مرحله 4. ستاره رو بگیر. حالا دوباره باید بریم دوباره آسانسور. برو دیگه. اینا تیر میزنه فکر کنم به وای. زنده ای هنوز؟ بس این نکته جالب اینه که خورد و خاکی چیرم بشه احتمال زنده موندنش هست. اینجا باید بپرم فکر کنم. بازم میریم تا برنده بشیم. ستاره رو بگیر. برو بریم. نصف مرحله فقط آسانسوره. برو بالا. آها، یه تیرش بچه از بغل گوشم رد شد. اینجا رو بشین. خب این توپه رو بچه باید بندازیم اینجا. بیا عقب برید. وای بچه باید اینجا میتره که من اینجاشو رفتم. اینجا میتره که یه چیز روش رد شه، کلش میتره که توپه رو باید روش رد کنیم که بهتره که بتونیم خودمون رد کنیم. خودم برم روش میتره که و میمیرم. نزدیکشم بشم باز میمیرم. توپه رو پرت کنم نزدیکشم بشم باز میمیرم. من میخوام دنبال اینم که از یه فاصله زیاد باهاش بتونم ردش کنم. نگاه کن بابا، پاشو. خدا رو شکر تونستم. الان باید اینجا رد شیم. وای شانس بود. توپه هم بچه اومد. بکنم اون توپ نبود. خب با 3 تا ستاره بچه مرحله 4 هم رد کردم و باید بریم سراغ مرحله 5. رفتیم صفحه بعدی. ریت میزنه. باید برگردم. سخته واقعا. میبرم که میمیرم باز. درست هم مستقیم باید بریم، ولی نمیدونم اما باید چی جوری رد بشم. کجا بود نمیدونم. خیلی سخته خدایی. چی جوری رفتم؟ باید برم این گوشه. خب چجوری روی این رد شم من الان؟
فکر کنم اشتباه کردم. نمیتونم خب الان برم بکشم خودم. فکر کنم باید چیز میکردم، سینه خیز میشدم، از زیرش میرفتم. بله. اینجا هیچ کاری نباید کرد. اوه اصلا بچه باید اینجا بریم. درسته. اوه نیفتم. آها اینم از این مرحله بچه ایزی. یه ستاره بکنیم و باید بریم بچه سراغ مرحله ششم. برو بریم. آی باید میشستم. اینجا رو بشیم. بعد از اینجا بازم میمیرم. باید سریع بچه ها برم. آها درست شد. درست. من اینجوری چیکار کنم آخه؟ چرا رفتم جلو؟ وا خیلی سخته بچه. اینجا رو بودو. یس وای خیلی خوب رفتم این سه. خب بهتره کم. حالا من میرم. یا خدا اوف. مرحله بعدی میشه چی؟ مرحله هفتم. به نظر بچه یکی خیلی سخت. دادا چرا خودش میافته؟ ای بابا اشکال نداره این سری میرم. این ور چرا اومد؟ خیلی بچه این بازی مزخرفیه. بابا پاشو
بابا خب دیگه بابا زیر این برد شم بابا واه خدا بس دیگه. یس این چیه؟ چیکار کنم؟ اینو باید بگیرم بعدش چیکار کنم؟ چرا ولش میکنه؟ آها فهمیدم وای نمیشه نمیدونم چرا آها بالاخره شد چجوری برم اینجا شدم آمپول شده بچه خیلی بازی مخیه نخیر فکر میکنم دیگه برای امروز بچه کافی باشه نخیر. اگه دوست داشتید واقعا ادامه بدم این بازی رو تو کامنت ها برام بنویسید نخیر. و قرار بود من هر روز 10 تا مرحله از این بازی رو برم که دیدم واقعا خیلی بازی سختیه که این به بعد 7 تا مرحله رو میرم مرحله 7 واقعا همش خیلی سخته دمتون گرم که این ویدیو رو دیدید حتما این ویدیو رو لایک کنید چنل رو سابسکرایب کنید تا زنگوله بغلش هم بزنید که اگه ویدیو گذاشتیم با خبر بشید مرسی تا ویدیوی بعدی بدرود